یک کوچولو آشنا باشید با سازمان سیا، با MI6، با MI5 توی انگلیس، با BND توی آلمان، با جیا توی چین، با موساد در رژیم صهیونیستی، میدونید که وقتی میگن این پسر فلان نماینده مجلس جمهوری اسلامیه، پسر فلان وزیر جمهوری اسلامیه و فلان نسبت رو داره با فلان مثلا رئیس جمهور ایران، اون خانم و آقا هر کجای دنیا باشه CIA براش دام پهن میکنه، FBI آمریکا براش دام پهن میکنه، MI6 انگلیس میره اونجا براش دام پهن میکنه، موساد رژیم صهیونیستی میره براش دام پهن میکنه. یعنی 10 تا سازمان اطلاعاتی میرن این فرزند فلان مقام جمهوری اسلامی رو تور براش پهن میکنن. خب اینم جوونه دیگه، خر میشه، بلند میشه میره توی پارتی. حالا تو ایران بعد پسر یه مسئولی، دختر یه مسئولی رفته باشه مثلا تکیلا زده باشه و نمیدونم ویسکی مثلا زهرمار زده باشه، قرتیگری کرده باشه، تو پارتی رقصیده باشه، خب همین 2 تا تیکه فیلم ازش میگیرن، میگن خب بابات الان وزیر حکومت جمهوری اسلامیه، تو دیدار با رهبری هم میشینه این طرف، اونم که مثلا این مسئولیت رو در مجلس شورای اسلامی داره. این فیلمته، فقط همین فیلم پارتی تو رو پخش کنیم آبرو پدرت تو ایران میره. لذا لطفاً از ایران این اطلاعات رو برای ما بیار، از پدرت این اطلاعات رو برای ما بیار. سخت فکر کردن این باور کنید. یه موقع من تو دولت قبلی بهشون گفتم آقا بچهای مسئول جمهوری اسلامی 700 نفر اونجاست، یکی از این مقامات رفت مجلس گفت نه آقا 700 نفر چه 4000 نفرشون اونجاست. پس بگو دستگاه اطلاعاتی چه کار میکرده؟ لذا به این مبارزه من شخصی و فردی ادامه میدم و این نکته که عرض میکنم دستگاه اطلاعاتی مخالفن با من تو این قضیه و حمایت نمیشن، بلکه مشکوک این که تو دستگاه اطلاعاتی اولا با این قضیه تا الان یعنی لایحه نکردن بدن به دولت ببره به مجلس تصویب کنه بگن ببین فلانی پسرت نابغه است، دخترت نابغه است، میخواد بره تو دانشگاه اروپا آمریکا هر خری بشه بره. ولی نمیشه شما وقتی بچت اونجاست و CIA سوار میشه رو بچت، موساد اسرائیل سوار میشه، BND آلمان سوار میشه، ما اجازه بدیم مثلا شما اینجا وزیر باشی، نماینده مجلس باشی، شما رد صلاحیت میشید، احراز شغل نمیکنی، نمیتونی باشی. حالا هی بلند میشن مقامات جمهوری اسلامی میشن تو تلویزیون توجیه میکنن. آقا بس دیگه توجیه. این که جمهوری اسلامی در رأسش رهبری از مسئله نفوذ میگه و در لایه پایینترش در سطح رئیس جمهورها و رئیس مجلس ها و وزرا و نماینده مجلس افتخار میکنن مسئول جمهوری اسلامی بچه‌شون تو آمریکاست، بعد سرشون میگیرن بالا میگن بچه ما در دانشگاه آمریکا داره درس میخونه. من همه ایمانم رو میدم دوستان عزیز دانشجو، بگردید ببینید کدوم یک از این مسئولین بچهش رفته توی دانشگاه اروپا آمریکا یه خری شده بلا نسبت شما که میشنوید، یه خری شده اومده یه کاری یه باری شده بذاری رو دوشش بتونه ببره. هر کس تو این مملکت تأثیری گذاشته، آجری رو آجر گذاشته، علمی تو علوم انسانی تولید کرده، خدمتی به مردم در علوم پزشکی انجام داده، در حوزه فنی کاری کرده، تربیت شده دانشگاه داخل بوده. اباحت این که آقا هر کی رفت تو دانشگاه‌های خارج یه چیزی میشه برمیگه، باید اینو شکست. از مسئولین هم باید شروع کرد. وقتی امام گفته بود ما رضا شاه و پسرش رو از ایران بیرون کردیم و از شرشون نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودیا از شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم، چرا دستگاه اطلاعاتی جلوی اینو نگرفته که مقامات جمهوری اسلامی نرن تو اروپا آمریکا دکترا بگیرن؟ خلاف حرف امام عمل کردن دیگه. یعنی اجازه دادن یه سری مقامات جمهوری اسلامی بلندشن برن تو دانشگاه اروپا آمریکا تربیت بشن برگردن بیان. خب این که نقض غرضه. بدتر از اون اجازه دادن بچه‌های اینها بلندشن برن اونجا. گفتم اگه کسی دلش خواست بچهش بره اونجا مسئول نباشه دیگه تو جمهوری اسلامی. چرا؟ چون محمل نفوذ دیگه. لذا یه روزی لعنت کردم چون دیگه دیدم مجلس کار نمیکنه، دولت کار نمیکنه، دستگاه اطلاعاتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و شبکه عظیم حفاظت اطلاعات هم گوش به این حرفا نمیدن. رفتم توی مراسمی توی قم گفتم خدا لعنت کنه مقامی در حکومت جمهوری اسلامی رو که بچهش تو اروپا آمریکاست. از فردا تلفن‌هاشون شروع شد، فلانی ها رو ما رو ملعون کردی. گفتم ملعون که هستی هیچی، بیشرفی فلانی. حالا پشت تلفن فوشا بهشون دادم.
گفتم تو اگه یه ذره دین داشتی طول سگتو نمیذاشتی بره تو اروپا و آمریکا. من دارم کف دانشگاه مملکت میگردم میدونم چه خبره. تو غلط کرده بچت رفته تو دانشگاه اروپا و آمریکا مثلا یه گوهی بشه برگرده بیاد. دست بردارید بابا، اینقدر از غرب پرستی و علم غرب دیگه دست بردارید. خب الحمدلله این گرفت. الان شنیدم تو مجلس دارن روی طرحی کار میکنن که فرزندان مسئولین وقتی تو خارج از کشور هستن جلوشون رو بگیرن. باید سوسکشون کرد، باید آبروی مقام مسئولی که بچهش میره تو آمریکا رو برد، باید چنان ذلیلش کرد، چنان خارش کرد، چنان توهین بهش کرد که بی شرف بی وجود ملت اینجا دارن سر بچه‌هاشون بریده میشه به خاطر دفاع از اسلام توی سوریه و جای دیگه. اون آمریکا و اسرائیل بلند میشن میگن دانشمند ما رو کف خیابونای تهران و آبسرد و جای دیگه ترور میکنن. تو چطوری فکر کردی علم دست اوناست؟ خب بچه تو میذاشتی بره تو دانشگاهی که مجید شهریاری درس میداد تو شهید بهشتی، علی محمدی درس میداد تو دانشگاه تهران، یا کسی به نام مثلا شهید فخری زاده درس میداد، میفرستادی تو این دانشگاه درس بخونه کسی بشه. چرا برای شده بچه‌تو فرستادی تو آمریکا؟ مرض داری، میخوای بچه‌ت بره اونجا گرین کارت بگیره، بچه‌ش هم اونجا به دنیا بیاد سیتیزن بشه که پا داشته باشی، بعد هی سر خودت چیره میمالی. رفتن در دانشگاه‌های فلانجا بشن پروفسور. ما مفهومی که پروفسور میشناسیم بزایی بود که تو طویله ها میدیدیم این زیر چونش یه ریشی داشت بهش میگفتن ریش پروفسوری. دست بردارید از این مزخرفات پروفسور. بچه ما رفته شده یک مثلا آشغالی اونجا اسمشو گذاشتن فلان. لذا خدا لعنت کنه اون مقاماتی در جمهوری اسلامی رو که رفتن در آمریکا و انگلیس دکترا گرفتن اومدن. مقامات ها، نه مردم عادی. اون آقای عادی، خانم عادی که بلند شد رفت تو انگلیس و آمریکا دکترا گرفت اومده تو دانشگاه ایران درس میده، من منظورم اون آقایون خانمای محترم نیست، مقامات جمهوری اسلامی که خلاف حرف امام راحل عمل